معادله درجه دوم بعدیمون بچه‌ها نوع تجزیهش فرق میکنه. اگه یکم بچه‌ها دقت کنید میبینید این معادله به کمک اتحاد مربع تجزیه میشه. یعنی اینو میتونید بنویسید جذر اولی علامت از دومی و جذر سومی x منهای 5 به توان 2 مساوی با 0 از اتحاد چی بچه‌ها؟ مربع. x2 منهای 10x به اضافه 25. وقتی یک عبارت به توان 2 مساوی با 0 باشه قطعاً توان یکش هم 0. معادله درجه دوم بود بچه‌ها، بعد از 2 مرحله تبدیل شد به معادله درجه اول و این یک جواب بیشتر نداره، یعنی x برابر با 5. اگر معادلمون بچه‌ها به شیوه مربع یا اتحاد مربع تجزیه بشه توان 2 یه جورایی حذف میشه و یه جواب به دست میاد. در این حالت میگیم که معادله یک جواب داره. جوابش هم بچه‌ها میگن جواب یا ریشه مضاعف، ریشه تکراری یا ریشه مضاعف. چرا بهش میگن ریشه تکراری بچه‌ها؟ اگر به شیوه بعدی که میخوام اینو توضیح بدم بچه‌ها، یعنی استفاده از اتحاد جمله مشترک، بیایید اینو تجزیه کنید، این شکلی میشه ها. چون ما گفتیم تجزیه دیگه، روشش به اختیار خودتونه. با جمله مشترک اینو تجزیه کنید، تجزیه میشه به x منهای 5 x منهای 5 مساوی با 0. این 0 باشه جواب میشه 5، این 0 باشه جواب میشه چی؟ 5. جواب تکراری هستش، یه جواب 2 مرتبه تکرار میشه، برای همینی که بهش میگن جواب یا ریشه در واقع مضاعف. اما شیوه سوم، البته شیوه چهارم تجزیه دیگه، نه؟ اگر عبارت ما با اتحاد جمله مشترک تجزیه بشه، اتحادش بچه‌ها یادتونه این عبارت x به توان 2 به علاوه 7x به علاوه 12 مثلا مساوی با 0. فرقش با اتحاد قبلی اینه که در اتحاد قبلی هم x2 مجذور کامل بود و هم 25، اینجا نه، 12 دیگه مجذور کامل نیست. این راهنماییمون میکنه که احتمال خیلی زیاد اگه بتونید بچه‌ها 2 تا عدد پیدا کنید که جمعش بشه 7 ضربش بشه 12، این در اتحاد عدد ضرب بود، این عدد جمع بود. اگه بتونید این کار رو انجام بدید که جمع بشه 7 ضرب بشه 12، عبارت درجه دوم شما قابل تجزیه هست به x مساوی با 0. اون 2 تا عددی که پیدا کردید بذارید تو جا خالی هایی که من گفتم. ضربش باید بشه 12 مثبت و جمعش باید بشه 7 مثبت. یکم فکر کنید میبینید که این 2 تا عددی که دنبالش میگردیم 3 و 4 مثبت هستن. x به علاوه 3 x به علاوه 4 که ضربشون میشه 12 جمعشون هم میشه 7 مساوی با 0 و حالا راحت 2 تا جواب رو به دست میارید. میگید که یه بار x به علاوه 3 مساوی با 0، این میگه جواب میشه 3 منفی، x به علاوه 4 0 جواب میشه 4 منفی. هرچه بچه‌ها به تجزیه ها مسلط تر باشید کارتون اینجا راحت تر هستا. یعنی شما تجزیه بلد باشید معادله درجه دوم خیلی راحت به معادله درجه اول تبدیل میشه. اجازه بدید چند تا سوال من اینور بنویسم. 3 تا معادله بچه‌ها سمت چپ تابلو نوشتم که احتمالاً با این اتحاد میتونیم تجزیهشون کنیم و حلشون کنیم، جوابهای معادله رو به دست بیاریم. خب در گام اول بچه‌ها من 2 تا پرانتز میذارم مساوی با 0، جذر x2 x اول پرانتزا می نویسم. این جاش مهمه، 2 تا عدد باید پیدا بشه که ضرب بشه 10 منفی جمع بشه منفی 3. یکم دقت کنید میبینید 5 و 2 که 5 منفی باشه 2 مثبت باشه این خاصیت رو داره. منفی در مثبت میشه منفی 5 2 تا 10 منفی 5 با مثبت 2 هم میشه منفی 3. خب این هم که دیگه بهمون جواب میده یا x منهای 5 0 که این به ما نتیجه میده x برابر با 5، یا x به علاوه 2 میشه 0
که این به ما میگه x میشه -2. -2 و 5 مثبت جوابهای معادله بالا در واقع به شیوه تجزیه و در تجزیه استفاده از اتحاد ارزم به حضور شما جمله مشترک. دومی بچه‌ها تجزیه میشه به تا اینجاش مشترکه برای همه، دو تا پرانتز با شروع x ضربشون بشه 0. حالا دو تا عدد میخوایم که جمعش بشه 1 ضربش بشه 42. 6 و 7. 6 7. علامت‌ها 42 منفیه، پس اینا باید مختلف العلامه باشه. جمعش که 1 هست مثبته، پس بزرگه باید مثبت باشه، کوچیکه منفی، چون همیشه جمع تابع علامت عدد بزرگتره. خب دیگه بعدش کاری نداره بچه‌ها، یا کلادی باز میکنید میگید یه بار x به علاوه 7 برابر با 0، یه بار x منهای 6 برابر با 0، که میتونید جوابهاشو یعنی 7 منفی و 6 مثبت رو به دست بیارید. خب پس این به من میگه x برابر با 7 منفی، این به من میگه که x برابر با 6 مثبت. و بعدی بچه‌ها بازم تجزیهش مهمه. تجزیهش کنیم، یکم دقت کنید، دو تا پرانتز بذارید که ضرب پرانتزها 0 بشه، داخل پرانتزها باید بنویسید x، جمع باید بشه 11 بچه‌ها، ضرب باید بشه 30. 30 مثبته و 11 منفی هستش. وقتی ضرب مثبت بچه‌ها یعنی هر دوتا باید هم علامت باشن. من 56 رو حدس میزنم درست باشه که هر دوتا چی باشن بچه‌ها؟ منفی باشن. الان ضربشون میشه 30 مثبت، جمعشون هم میشه 11 منفی. خب این به ما میگه که x مساوی با 5 و x مساوی با 6. دو تا ریشه متمایز از معادله درجه دوم با اتحاد ارزم به حضور شما جمله مشترک. پس ببینید بچه‌ها، من کار خاصی تو درس جدید انجام نمیدم ها. تمام کارهایی که داره انجام میگیره مال 90% میشه گفت که مال سالهای گذشته هست. یعنی شما تجزیه کردن مسلط باشید، راحت میتونید، البته اینم هست معادله درجه دوم قابل تجزیه باشه. رده ای از معادلات که قابل تجزیه باشن و حضور شما عرض شود که به این شیوه هایی که عرض کردم میتونید جواباشو به دست بیارید. فقط باید به نوع معادلات و روش تجزیه اونها که کدوم معادله با چه روشی تجزیه میشه، آیا اصلا قابل تجزیه هست با ضرایب صحیح یا نه، مسلط باشید.